آقا ما الان خونه دوستم بودن، داشتیم سیم کشی ماشینشو درست میکردیم، بعد زد سوکت سر کوئل شیکون، یه 235 داره. گفتم که محمد این شکست درست نمیشه، برای یه دونه بخریم. گفت باشه من برم کفش بپوشم بیام. گفتم تو کفش بپوشی، من برم ماشین رو ور خیابون دور بزنم بیام. کلید سویچ دنا وقتی میزنی در باز بشه، یه دونه میزنی فقط در راننده وا میشه، یه بار دیگه باید بزنی تا 3 تا در دیگه باز بشه. آقا من رفتم دور زدم اومدم، همین هنگ که بیام جلو در خونشون یه دنا سفید مثل ماشین خودم اومدم جلو در خونشون پارک کرد. من محمد اومد پایین رفت سمت ماشین یارو، هی دستگیره رو بکشه در باله میشو میکوبید تو شیشه، میگم در رو باز کن الان مغازه بعد من هی بوق میزدم محمد من اینجام، بعد داشته میگم میگه خفه شو. ندید منم، حالا نور افتاده بود تو شیشه متوجه نشد که منم. بعد پیاده شدم هم ماشین میگم تیمون من اینجام. پیاده شده من میگه خاک تو سره، میگم تو اشتباهی رفتی سوار ماشین رو برداشت شدی به من میگه خاک